سلام دوستان نهایت محترم. تایمینگ دیزل پمپ مان نمبر 464. این قسمت دیزل پمپ تایمینگ به وسط قرار گرفته و این قسمت هم خانه آخر دیزل پمپ گیت به وسط قرار گرفته و این تایمینگ اصلی و کمپنی می باشه. ماشینی که صورت کمپنی بسته شده و این قسمت فلای ویل ببینیم که این قسمت ببینیم بر روی صفرتی قرار گرفته، از پایین به صفرتی و از بالا گیت به وسط. بهترین تایمینگ دیزل پمپ مان به صورت کمپنی.